میدونستید 20 سال قبل از انقلاب قرار بود کودتا بشه؟ بعد از کودتای 28 مرداد، شاه اکثر افسرهایی که فکر میکرد ارتباطی با اعضای جبهه ملی یا حزب توده داشتن رو تصفیه کرد و به جاشون تعداد زیادی از افسرهای وفادار رو ارتقای درجه داد. محمد ولی قرنی در همین دوره توسط محمد رضا شاه پهلوی به درجه سرلشکری ارتقا پیدا کرد. سرلشکر قرنی با سیاست‌های شاه از جمله نزدیکی بیش از حد به غرب مشکل داشت و به همین دلیل با کمک همفکراش قصد داشت تا کودتا کنه. سال 1337 قرنی و چند تا از افسرهای همفکرش نقشه کشیدن برای کودتا علیه شاه و تغییر حکومت، اما این وسط ساواک از طریق جاسوساش نقشه رو فهمید و قبل از شروع عملیات کودتاچی‌ها رو دستگیر کرد. او به 3 سال زندان محکوم شد. بعد از آزادی تحت نظر ساواک بود و کار خاصی نمیتونست کنه. بعد از انقلاب 57 توسط آیت الله خمینی به عنوان اولین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی انتخاب شد، ولی سال 1358 توسط گروه فرقان ترور شد و کشته شد.